دستبندا کاملا نو رسیدی در جان. تقریبا فقط این میشما که آمد همین دیزاینا کلش مکمل نه، اما ایرای 21 هم 18. نام خدا دوستا دیگه درباره از دستبندا ما چی بگویم؟ خودتون در تصویر میبینین. اما که میگن حرف نداره واقعیتش. خیر باشه. نام خدا اگر از زیباییش بگویم، از ظرافتش بگویم، از بزرگیش بگویم، نظر به شیپی که داره دوستا وزنش بسیار مناسب است. وزنش ان شاء الله مناسب گرفتیم. بسیار عالی است و همچنان دستبندایی که بسیار کش پیدا کرده در این وقتا. آخه مشتری ما فکر کنید درباره از این دستبندا با ما مسیج میکنه که حد نداره. بله. همین دستبندای پیشه که ما شما در برنامه پیش معرفی کردیم مکمل کلش سودا شده. ایران به رقم فرمایشات دیگه ما در دبی بودن. یارا برش به بیخی زیاد سرشتی کردیم، گفتم میره حتما برسون که زیادتر مشتری باز از ما خفه میشن. بسیار عالی است. خدا رو شکر که کار شما هم شود، کار هموطنای ما هم شود که دوست دارن بدلشان باشه. درباره از دستبند بر ما معلومات بده دیدار جان. هزار دفعه چرونی. عیار از خو 21 است. وزنش هم هنوز خودم نمیفهمم وزنش میکنن که وزنش چقدر است. وقتی که نه است وزنش معلوم نیست برام. واقعا مقبول است یا دوستان. یعنی این رقم دستبندا دیگه بیخی همتون نه هستن. وزن این دستبند ما که است 58 گرم است، عیارش 21 است. باز ان شاء الله 18 شون فقط سبا میرسن. از این دیزاینا 18 شون ان شاء الله فرمایش. دمی شیپ دمی وزن. دمی دیزاین دمی وزنش شاید 1-2 گرم 3 گرم تا بالا باشه. شیپ عیارش 18. عیار 18 کم بالا باشه مشکل نداره. قیمتش ارزان‌تر است. از خود از این دستبند ما 4,93,000 میشه. به حساب افغانی بله. 93,000 به دلار چند میشه دیدار جان؟ به حساب دلار میشه 7,400 دلار. 7,400 دلار. واقعا بسیار زیباست. اکثریت دختر خانم‌ها یک عادت دارن میگن که چیزی رو ما استفاده کنیم یا دیزاین باشه که نو باشه، خاص باشه، در جای نباشه. ما چیزایی رو ان شاء الله بعد از ان شاء الله چیزایی رو بیارم که در بازار وجود نداشته باشه. ان شاء الله بسیار مقبول است دوستا. قیمتشون بر ما گفتن دیدار جان و عیار 21 ساخت دبی. ساخت دبی دیزاین قطری. بالاترین دیزاین. بله. و از این خونه میشه که تیر شویم. بازی را 18 گرفتیم. یک مشتری زیاد میگفت یک دیزاینر برای ما جور که مکمل دست ما بگیره. بازی فرمایش است. با دکانم گفتیم به این خاطر زود آوردیم به خاطر مشتریم. بسیار عالی. ما پرواز داریم به کانادا روز یک شنبه را تعیین کرد. روز یک شنبه باید با دستبند ما تسلیم شویم. ما در 3 روز برش جور کردیم. ماشاءالله. پیشترم که برای زنگ زدم خودش یک رقم هیجان شده بود. گفت چطور قضیه؟ گفت نه خود افغانستان گفت جور نکرده باشی. گفتم این ساخته افغانستان نیست. در افغانستان تو هیچ امکان نداره. امکان نداره. ظرفاتش خود مشتری ها میفهمند دیگه. دوستان